حمد و ستایش بر خداوند عزوجل و درود و پیام بر پیامبر اکرم و بعد. السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. جاحظ نویسنده نامور در کتاب خود البیان و تبیین احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را وصف زیبایی نموده میگوید: هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وهو كلام ألقى الله المحبة عليه وغشاه بالقبول و جمع له بین المهابة والحلاوه. سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم، خاتم پیامبران، استاد حکیمان، سخنی است که عدد حروفش کم اما معنایش خیلی وسیع است. سخنی است که خداوند آن را محبوب خلق نموده بر آن جامه قبول پوشانیده است. سخنانی است که در آن هم هیبت موجود است و هم حلاوت. ولی دوستان عزیز و ارجمند، احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گنجی از در و گوهر است، عالمی از پند و نصیحت و راهنمایی است که سعادت هر نفری در دنیا و آخرت مربوطی پذیرفتن و به عمل آوردن این سخنان است. راه سعادت در پیمودن این راهنمایی ها، این هدایت هاست. حکیمی سخن در بوستان زیبا گفته: خلافی پیامبر کسی ره گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. خلافی پیامبر کسی ره گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. مپندار سعدی که راه صفا توان یافت جز بر ره مصطفی. پس اگر سعادت و رستگاری وابسته به پذیرفتن و به عمل نمودن به این سخنها باشد، بیایید این لحظه ها در یکی از این احادیث گوهربار نظر افکنیم و از آن درس و پند و عبرتی برای خود آموزیم. امام بزرگوار حدیث ابو عبدالله حاکم نیشاپوری و اینچنین امام احمد ابن حسین بیهقی خراسانی روایت نمودند از روایات عبدالله ابن عباس ترجمان قرآن، صحابی بزرگوار، که رسول خدا علیه السلام مردی را نصیحت کرده گفتند: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رسول خدا علیه السلام مردی را پند داده چنین گفتند: 5 چیز را پیش از آمدن 5 چیز غنیمت شمار. جوانیت را پیش از پیری، تندرستیت را پیش از بیماری، دارندگیت را پیش از ناداری، وقت خالیت را پیش از مشغولیت و حیاتت را پیش از مرگ. این 5 نصیحتی فراگیر و نفیس را می توان گفت قاعده موفقیت در دنیا و آخرت است. هر که خواهد راه سعادت را، راه موفقیت را، چی در دنیا و چی در آخرت پیدا نماید، می تواند از این حدیث آن را پیدا کند. در این حدیث راهنمایی به چنین راه موجود است. 5 چیز را پیش از فرا رسیدن، پیش از آمدن 5 دیگر غنیمت شمار. جوانیت را پیش از پیری. نفری اگر خواهد ارزش عمر جوانی را بهتر درک کند، در حضور پیرمرد سال خورده شیند. عمر جوانی عمر خیلی عزیز و نفیس است و خداوند از او در آخرت سؤال خواهد کرد: جوانی را در کجا پیر نمودی؟ در جوانی به چی کارهای مشغول بودی؟ جوانی بهار عمر است. انسان در عمر جوانی کارهایی میتواند کند که بعداً در سالهای ما بعد عمرش، مردانگی و پیرانسالی، نمیتواند آن کارها را بجا آورد. به همین خاطر طاعت نیز در عمر جوانی ارزش دیگر دارد. جوانیت را پیش از پیری و تندرستیت را پیش از بیماری. بسیار نفرانی در روی بستر بیماری هستند که آرزو دارند تا تن صحت داشته باشند، کار مفیدی برای جامعه، برای خود انجام دهند، اما از دستشان نمی آید.
اما در مقابل تنصیحاتان زیادی هستند که این نعمت والا را، این گنج بی‌بها را، این عطای نفیس خداوند را آنگونه که باید استثمار کرد، استفاده کرد، استفاده نمیبرند و بعد آنکه به امر بیماری میرسند تأسف میخورند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم که برای امت خیلی غمخوار بودند و هر خیری که هست ما را به آن راهنمایی کردند و از هر زشتی و بدی ما را باز داشتند، هشدار دادند. در اینجا توصیه کردند که تندرستی را باید استفاده کرد در راه موفقیت در امور دنیا یا در راه انجام طاعتها. بسیار کسان آرزو دارند تا تن صحت داشته باشند، روزه گیرند. مثلا حالا رمضان در پیش است، بسیار نفران از نعمت روزه‌داری محرومند. آرزو دارند، هوس دارند که تن صحت داشته باشند، با روزه‌داران روزه گیرند و از این فضل به حساب خداوند بهره مند گردند، اما تن بیمار آنها به آنان رخصت نمی‌دهد که روزه گیرند. پیام آور خداوند گفتند صحتی را پیش از بیماری غنیمت دانید و غناک قبل فقرک، و دارندگیت را پیش از ناداری غنیمت دان. این دارایی که در دست بعضی ها خداوند برایشان با حکمت میدهد چیزی دائمی نیست. این طبیعت دنیاست. یا مال آنها از دست آنها می رود، چه بسا بسیار کسان بعد دارندگی به حالت ناداری رسیدند. یا مال از دست انسان می رود یا انسان از مال کنار می رود و جدا می شود. دو حالت است. این مال را با خود برده نمی تواند، کفن کیسه ندارد. یا مال از دست آنها می رود و یا اینکه آنها از مالشان جدا می شوند و به قبر می روند. راه ساختن، آب برای مردم آوردن، کتاب چاپ نمودن، دانشجوی را سرپرستی نمودن، مسجد ساختن، مکتب بنیاد کردن. ثروت حقیقی انسان همین است، مالی که در این راه ها صرف می کند. اما آنی که ذخیره می کند به حقیقت مال او نیست، مال فرزندان و میراثبران اوست. مال حقیقی او همان است که به نزد خدا آن را فرستد، در حیات خود آن را فرستد. این هوشیاری، این زیرکی نیست، این ذهنیت تجاری نیست که انسان تا قبر فقط دیده تواند خانه سازد، ماشین ها خریداری کند، به نام فرزندانش مال و ثروت زیاد جمع کند. متاسفانه در عرف مردم شخصی موفق و شخصی ذکی و هوشیار و هوشمند همین است، اما در حقیقت شخصی که ما بعد قبر را هم دیده میتواند، برای ما بعد قبرش نیز نقشه میکشد و ثروت جمع میکند، آنجا خانه میسازد، قصر بنیاد میکند، شخصی هوشمند این است در حقیقت. شخصی که پیش از اینکه به قبرش درآید قبرش را روشن میکند، وسیع میکند، آباد میسازد و پیش از اینکه با خدا ملاقات کند جوابهای خود را آماده میکند. و غناک قبل فقرک و فراغک قبل شغلک. وقت خالیت را پیش از مشغولیت استفاده بر، به قدر وقت خالی برس. چون که مشغولیت ها زیاد شوند، مسئولیت ها بیشتر شود، انسان به کارش نمی رسد، به عبادتش هم نمی رسد. اگر هم چند لحظه عبادت می کند، با خاطر پریشان در اندیشه غذا و لباس و تأمین روزگار. به این خاطر وقت فراغت نعمتی است که انسان باید آن را برای کسب علمی، برای از خود کردن هنری، برای انجام عبادتی که در آخرت نفعش به او برمیگردد صرف نماید. به این خاطر ببینیم پیش از این که متخصصان اداره وقت یا رشد بشری مثل دیل کارنگی، براین تریسی، استیون کوی و دیگر نویسنده های معروف که در فن اداره وقت کتاب ها نوشتند، کتاب ها دارند، پیش از اینها معلمی بشر، استاد همه استادان، پیشوای همه حکیمان، امت را
به استفاده درست وقت، به رسیدن به قدر وقت، به دانستن ارزش وقت توصیه نمودند. و فراغ که قبل شغلک، از وقت خالیت خوب استفاده بر، هنر آموز، علم به دست آر، طاعت انجام ده. تنبلی و وقت را ضایع نمودن عادت مسلمان نیست، خصلت ایمانی نیست. علامه ابن قیم جوزی میگه اضاعت الوقت اشد من الموت. ضایع نمودن وقت بدتر از مرگ است، مصیبت سختتر از مرگ. وقت یعنی عمر انسان است، وقت یعنی هستی انسان است. ارزش انسان به دانستنش ارزش وقتش راست. خداوند به لیل و نهار و فجر و عصر قسم یاد نموده تا برای بندگان درس باشد، پند باشد که لحظه هایی که سپری می شوند دردانه های نفیس هستند، نباید در زمین افکنده شود، باید از آنها قصر آخرت بنیاد شود. نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس، در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم که امام بخاری روایت میکنند فرمودند دو نعمتی است که بسیاری مردم از نشناختن قدر آن مغبونند، در زیانند، بیشتر اکثر مردم قدر آن را نمیدانند. الصحت و الفراغ، تندرستی و وقت خالی. یکی از پیشینیان نیکنام را گفتند کمی وقتتان را برای ما جدا کنید. گفت باشد، اما به این شرط که شما آفتاب را متوقف سازید. اگر توانید که آفتاب را در جایش متوقف نمایید، من برای شما وقتم را جدا می کنم. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفه بزرگوار می گفتند اللیل و النهار یعملان فیک یا ابن آدم فاعمل انت فیهما. شب و روز در تو کار کرده ایستاده است ای فرزند آدم. شب و روز در تو کار کرده ایستاده است، یعنی عمری تو را کم کرده ایستاده اند. فاعمل انت فیهما، تو نیز در آنها کاری کن، تو نیز از آنها استفاده بر. سبز بادا خاک پاک شافعی، عالمی سرخوش ز تاک شافعی. فکر او کوكب ز گردون چیده است، سیف برا وقت را نامیده است. وقت را شمشیر گفتند، ان لم تقطعه یقطعک. اگر به آن چیزی را نبری تو را میبرد. دو نوع است مناسبت مردم با وقت، دو نوع است. کسانی که با وقت چیزهای را میبرند، یعنی موفق میشوند به نقشه و هوس و آرزوهایشان میرسند، یا کسانی که وقت آنها را بریده میگذرد. حضرت حسن بصری تابعی جلیل سید تابعیان میگفت یا ابن آدم انما انت ایام فاذا مضى یوم مضى بعض منك. ای فرزند آدم تو عبارت از مجموعه روزها هستی. تعریف آدم در نزد حسن بصری همین بودن. ای انسان تو مجموعه از روزها هستی، همین که یک روز سپری شود یک قسمتی تو رفته، تو خود کم شده ای. یعنی بله، هر نفسی که از ما میبراید ما را قدمی به قبر نزدیک میکند. این حقیقت است. ایستگاه آخری این سفری ما قبر است. یک نفر شاید 20 سال است که در این راه رفته ایستاده است، نفر 40 سال باز در این راه است، نفر 50 سال، نفری نزدیک است که برسد. هر کسی در این راه مسافر است. و حیاتک قبل موتک، و غنیمت شمار حیاتت را پیش از مرگت. حالا که زنده هستی از این عمر برای خود بهره گیر، طاعت انجام ده. کسی کوی دولت ز دنیا ببرد که با خود نصیبی به عقبا ببرد. آن نفر دولتمند است، ثروتمند است، آن نفر در حقیقت شخصی به موفقیت رسیده است که با خود چیزی به آخرت ببرد. اما آنی که قصرها می سازد، ثروت‌های هنگفت جمع می کند، اما تهی دست به قبر می رود، این را نمی توان ثروتمند گفت. از اون دیده فقیرتر، نادارتر، مسکینتر کسی نیست که فانی را جمع کرده از باقی محروم شده. حضرت حسن بصری جای دیگر می گفتن اگر دنیا از زر می بود و آخرت از خاک، عاقل باید آخرت را انتخاب می کرد. چرا؟ چون که دنیا اگرم از زر می بود فانی است، عاقبتش نیستی.
نابودی است. اما آخرت حتی اگرم از خاک می بود، برای اینکه باقی است عاقل باید آن را انتخاب میکرد. حالا که دنیا هم فانی است و هم از خاک است، آخرت هم از زر است و هم باقی است. ز 50 درم 5 اگر کم شود، دلت ریشی سرپنجه غم شود. ز 50 سالت برون شد ز دست، غنیمت شمار 5 روزی که هست. اگر مرده مسکین زبان داشتی، به فریاد و زاری فغان داشتی. که ای زنده چون هست امکان گفت، لب از ذکر چون مرده بر هم مخفت. چون ما را به غفلت بشد روزگار، تو بار دمی چند فرصت شمار. حکیم سخن ما را پند داده، میگوید حالا مادام که زنده هستی و مثل مردگان زبانت را از ذکر باز مدار. آنان آرزو دارند که یک لحظه به آنها عمر داده شود، نفس در آنها دمیده شود و آنها یک بار هم که باشد یک مراتب ذکر کنند. اما حالا آن آرزویی که آنها دارند، تو ای شخص زنده در آن آرزوی آنها هستی. این حالتی تو را آنها آرزو دارند، تمنا دارند، اما نمی شود. حالا تو در آن تمنای آنها هستی، غنیمت شمار. حضرت علی رضی الله عنه با قبرستان می گذشتند، با چند از یارانشان ایستاده توقف کردند و قبرستان را خطاب کردند. گفتند ای اهل قبور، میدانید از جانب ما به شما چه خبر هاست؟ خبرهای عالمی خود را برای شما گوییم. گفتند اما خانه ها باشد ساکنان نو یافته بعد شما، مال ها باشد مال هایی که گذاشتید تقسیم شده به صاحبانش رسیدند، همسرها باشد ازدواج کردند. این خبر از عالم ما به شماست. از شما چه خبری است به ما؟ البته خبری نمی آید، اونها حرفی هم نمی زنند. اما ایشان گفتند به یارانشان الا انهم لو نطقوا لقالوا الا ان خیر زاد التقوی. اگر آنان حرف می زدند، برای آنها اجازه سخن گفتن اگر داده شود، این حرف را می گفتند حتما: این خیر زاد التقوی. بهترین توشه تقواست، پرهیزگاری. بهترین توشه طاعت است. اگر آنها حرف می زدند، به ما این خبر را می گفتند: و تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. خداوند این امر را، این توصیه را، این ارشاد را برای ما در قرآن ارشاد نموده. توشه گیرید و دانید که بهترین توشه طاعت است. برای این سفری طولانی و سفری پرخطر یگانه توشه توشه طاعت است. بله، دنیا را خداوند برای انسان آفریده و بهره برداری از نعمتهای دنیا را برایش حلال نموده و کسبی مال را از راه حلال عبادت گفته. اما به این شرط که انسان اینجا را همان گونه که هست، یعنی گذرگاه شمارد نه قرارگاه. اینجا راه است و منزل آخرت است. باید از نعمتهای دنیا جمع نماید. ثروت محدود نیست که انسان، شخص مسلمان چه مقدار ثروت جمع نماید. محدود نیست، هر قدر میخواهد از راه حلال جمع نماید و در راه درست حلال صرف نماید و خودش نیز استفاده برد، بهره برد، هر گونه که میخواهد زندگی کند. اما باید فراموش نکند که اینجا گذرگاه است، در اندیشه قرارگاهش نیز باشد. افسری پادشاهی رفت و یدی یغمایی رفت. این دنیا همش با همه این زینت و با همه این نعمتش، با همه این منصبش می رود. روز انسان در حالت قرار می گیرد که روزهای گذشته خود را مثل یک خواب به ذهنش می آرد، مثل یک فیلمی که سالها قبل تماشا کرده بود، آن را دوباره در پیش ذهنش حاضر می نماید و می گوید لبثت یوما او بعض یوم. فکر می کنم یک روز یا نیم روز عمر دیدم. دیروز کودک بودم، به مکتب رفتم، روز دیگر دانشجو بودم، روز دیگر ازدواج کردم، حالا عمر من به 70 رسیدم. در آن لحظه کوتاهی عمر دنیا را خوب احساس می کند.
و یقین میکند که رونده بوده، مسافری بوده که به منزل‌های، به ایستگاه‌های آخر این راه الکی رسیده یا رسیده ایستاده است. افسری پادشاهی رفت و یدی یغمایی رفت، نی اسکندری و نغمه دارایی رفت. کوهکن تیشه به دست آمد و پرویزی خواست، عشرت خواجگی و مهنت لالایی رفت. یوسف رازی اسیری به عزیزی بردند، همه افسانه و افسون زلیخایی رفت. رازهایی که نهان بود به بازار افتاد، آن سخنسازی و آن انجمن آرایی رفت. چشم بگشای اگر چشم تو صاحب نظر است، زندگی در پی تعمیر جهان دیگر است. فلسفه زندگی همین است. معنی زندگی در همین جمله خلاصه می گردد که زندگی برای آبادسازی جهان آخرت است. هر کسی از این معنا محروم شود، از درک این معنا دور ماند، غافل ماند، زیان می بیند. آنگه بیدار می شود، از خوابش می خیزد که الکی در قبر است، که بیداری آنگاه برایش نفع هم ندارد. یا من بنى القصر في الدنيا وشيده أسست قصرك حيث السيل والغرق، ما هب أو دب يفنى لا بقاء له، والبر والبحر والأقطار والأفق، نستوطن الأرض دارا للغرور بها، فكلنا راحل عنها ومنطلق. ای کسی که قصر ساخته ای، در ره سیلاب قصر ساخته ای، ای آنکه خانه در ره سیلاب میکنی، بر خاک رودخانه نباشد معولی. این راه، این گذرگاه سیل است، در اینجا قصر ساختن نشاید. هرچی که ما هب او دب یفنی لا بقا له، کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز فنا می شود به جز ذات مقدس خداوند عزوجل. به این خاطر عاقل نفری است که پیش از اینکه در قبر بیدار شود، در دنیا بیدار شود، اینجا بیدار شود و برای آن منزل آخرت خانه قبرش را تعمیر نماید. آنگاه که از منزلی که اجاره نشسته به منزلی اصلی خود میکوچد، خانه اجاره را نشده باشد که خوب و زیبا تعمیر کرده باشد، اما خانه اصلی خودش را به همون حال خراب باقی مانده باشد. برعکس باید مردم عادت دارن که به خانه‌ای که ایجار نشسته‌اند او را تعمیر نمی‌کنند، زیاد زحمت نمی‌کشند برای تعمیر و زیبایی آن، چون که می‌دانند روزی از آن خانه میبرایند. خانه اصلی خودشان را بیشتر کوشش می‌کنند که زینت دهند، زیبا سازند، قوی بنیاد کنند. دنیا با همه قصر و با همه عرش و فرشش منزلی است که ما اجاره نشسته‌ایم. و قبر و عالم آخرت منزل اصلی انسان است، خانه همیشگی و دائمی است. باید شخص عاقل در اندیشه آباد نمودن منزل اصلی خود باشد. پیام آور خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک ما را فلسفه زندگی را آموختند، ما را وادار کردند که معنی حیات را درک نماییم و آن چیزهایی که خداوند برای ما در این دنیا ارزانی داشته، از تنی صحت یا اینکه مال و امکانات، برای نفع خود آن را استفاده نماییم، از آنها بهره برداری نماییم. تندرستی و عافیت نصیب شما دوستان عزیز و به دست آوردن رضای مولا منتهای هوس‌های شما باد. خدا یارتان.